تولدش پنهان بود مثل موسی، در گهواره سخن گفت مثل عیسی. خلیفه خداست در زمین مثل آدم، عمر طولانی دارد مثل نوح. بشارت آمدنش را دادند مثل اسحاق، فرشتگان به یاریش می آیند مثل لوط. کفار به دستش هلاک می شوند مثل هود. در عزای حسین گریان است مثل یعقوب. زیباترین خلق است مثل یوسف. حکومتش جهانی است مثل سلیمان. صبر دارد مثل ایوب. نام و کنیه‌اش نام و کنیه محمد است و شبیه ترین خلق در خلق و خو به محمد.